داروی مرگبار. متشکرم. دست راستش رو اسکن کن و بفرست. منتقل شد. مشکلی پیش اومده، بیا بیرون. چه رفتی داره؟ بریم دنبالشو. 20 ثانیه دیگه. حالا ببخشید شما نمیتونین اینجا بخوابید. معذرت. بالا یه اتاق برای استراحت هست. نه متشکرم. خیلی خوب، بیایید درباره جنگ اطلاعات در تاریخمون صحبت کنیم. شما داستان حکمران مو و پرنسس سونها رو شنیدین؟ حکمران مو شنیده بود که در کشور دشمن دختری هست به نام سونها و به اون دختر علاقه‌مند شده بود. مقابله با گروه‌های بزرگ مواد مخدر چطور پیش میره؟ تقریبا داره تموم میشه قربان. اطلاعاتی داریم که بعضی از این گروه‌های تبهکاری از طرف سیاستمداران فاسد حمایت میشن.
اگه الان جلوشون رو نگیریم از کنترلمون خارج میشه. نگران نباشین، جلوشونو میگیریم. نقشه‌ای داری؟ بله قربان، و عملیاتمون رو به زودی شروع میکنیم. سازمان اطلاعات ملی، سالن نمایشگاه. صبر کنید لطفاً. افشانگه بیشتر برای ازدواج لازمه دیگه. دفعه قبلا بهتون گفتم که فعلا قصد ازدواج ندارم. منو ببخشید. شهر سئول. یکم دیر کردی. آره عذر میخوام. بشی. چهرت خیلی خسته به نظر میرسه. اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست. تو کارت خوب راه افتادی؟ عالیه. دارم به همه چی عادت میکنم. خیلی خوبه. کارت سخت نیست؟ نه. به عنوان مسئول گروه ضربت پلیس ویژه باید همینجا تو سئول بمونن. میتونیم همکاری خوبی داشته باشیم. راستی تولدت مبارک. امیدوارم ازش خوشت بیاد. از امروز به بعد شعبه آسیای شرقی مقابله با فعالیت‌های تبهکاری در مورد تمام گروه‌ها و افراد مشکوک تحقیق میکنه. پلیس این منطقه از جمله چین، ژاپن، کره شمالی و روسیه با ما همکاری میکنن. از شما میخوام هرچی اطلاعات میتونید راجع به فعالیت‌های جدید به دست بیارین. یه نفر از شعبه ژاپن اومده قربان. بله، چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ همونطور که میدونید ما در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات هستیم. باید مطلبی رو شخصا به شما گزارش بدم قربان. بله، اما باید به مأمور مربوطه گزارش بدیم. این مطلب رو باید به خود شما بگم. ولی این روند صحیح ارائه گزارش نیست. تا حالا اسم سازمانی به نام آتنا رو شنیدی؟ منو ببخشید، شما الان چی گفتی؟ آتنا قربان. آتنا؟ تمام مدارکشون اینجاست. آتنا یه سازمان مخفیه که نبض معاملات قاچاق رو در دست داره. هیچ کس از وجودش خبر نداره. همونطور که گفتم نبض معاملات قاچاق رو در دست داره. از قاچاق همه نوع مواد مخدر مرگاور گرفته تا قاچاق داروهای حیاتی و کالاهای اساسی، همگی با گروه آتنا در ارتباطه. اونا برای حفظ قدرتشون آدم میکشن، حملات خرابکارانه انجام میدن و حتی بین کشورها جنگ راه میندازن. شنیدم کره جنوبی مخفیانه فعالیت ویژه علیه گروه‌های تبهکاری تدارک دیده. خب که چی؟ خب این مقابله ها تهدیدی بسیار جدی علیه قدرت آتنا است و مطمئنم اونا بیکار نمیشینن که شما هر کاری خواستین بکنین. آتنا قصد داره یه حمله برای ارعاب و توقف این مقابله های قانونی انجام بده.
هدف ما در ونیز ایتالیاست. بکشیمش؟ نه، میخوایم در ازاش چیزی بگیریم. به عنوان گروگان لازمش داریم. سازمان ضد خرابکاری کره. روکا جانینی، عضو گروه مافیایی ایتالیایی به نام CIA. بخش زیادی از فعالیت‌های تبهکاری گزارش شده از قاچاق گرفته تا مجموعه خرابکاری‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دخالت این شخص انجام می‌شدند. خب اون الان کجاست؟ جانینی وارد کشور ما شده، منتها با اسم میکله. اون تونسته وارد سیستم امنیتی ما بشه. بفهمیم به چه دلیل اومده و اگه مجبور شدیم دستگیرش کنیم. یه مشکل دارم. چه مشکلی؟ قضیه جانینی لو رفته. الان دارن دنبالش میگردن. جانینی مرده؟ چطور ممکنه؟ سازمان ضد خرابکاری کره دنبالش بود. اگه دستگیر میشد نقشه‌هامون خراب میشدن. باید از دایره حذف میشد. بله فهمیدم. تونستیم از طریق وسایل جانینی که توی هتل مونده بود رابطش رو پیدا کنیم. اسم این شخص سومینهوکه که قبلا نیروی ویژه پلیس بوده و به دلیل عملکرد بدش در چند مأموریت و قصور در انجام وظیفه اخراج شده و حالا تبدیل شده به یه تبهکار و آدمکش حرفه‌ای. سازمان ضد خرابکاری سومینهوکو توی لیست سیاه قرار داده و مراقبشه. اما چند سال پیش بدون هیچ اثری ناپدید شد. بهتر یه مأمور بفرستین سراغش. آی خدا. تو همونی هست که قراره به من کمک کنه؟ خدای من. ای بابا شانس که نداریم. این خونه کیه؟ چرا هیچی راجبش بهم نگفتن؟ لزومی نداره بدونی. فقط برو خدا رو شکر کن. راستی میدونی من 110,000 نفر جمعیت داره. شهر کوچیکیه. آخه اونا اینجا دنبال چی هستن؟ این همه جای مختلف که هیچ ارتباطی به هم نداره. اصلا سر در نمیارم. برو یه چیز بگی بخوریم. چی؟ تو به من میگی برم یه چیزی بگیرم؟ من از تو بزرگترم، حق نداری به من دستور بدی. اصلا چرا خودت جوانای امروز کوچیکی و بزرگی هاشون نیست. شما تصادفاً کره‌ای نیستین؟ کیونگوادات شنیدم سازمان ضد خرابکاری روی پرونده در خارج از کشور کار میکنه. خب اونا دنبال یه آدمکش حرفه‌ای هستن که اهل کره جنوبیه و الان به ونیز رفتن. به ونیز رفتن؟
چی شده قربان؟ بهم خبر دادن چند تا از مامورین کره تو ونیز هستن و دارن رد ما رو دنبال میکنن. چه کار کردی که رد تو پیدا کردن و دنبالت افتادن؟ نگران نباشین، خودم ترتیب این کارو میدم قربان. چی شده؟ حالت خوبه؟ آره گوشی اومده. چی رو؟ بده من گوشیمو. کو؟ اونا کجاست؟ ببینم اینجا چه خبر شده ها؟ بله اونا در حال عملیاتی گروگانگیری ان. عجله کن، برو دنبالش، زود باش. بله قربان. چه خبر شده؟ شما کی هستین؟ من فقط یه دانشجوی معمولی هستم. چرا با من این کارو کردین؟ یه دانشجوی معمولی؟ تو تنها دختر رئیس پلیس کره جنوبی هستی؟ بله پدرم رئیس پلیسه، اما من فقط یه دانشجوی معمولی ام. نمیدونم شما دنبال چی هستین، اما اینجوری نمیتونین به دستش بیارین. حالا خواهیم دید.
از شما خواهش میکنم که با مامورین ما همکاری داشته باشین و اطلاعات جدید رو در اختیار ما بذارین. بله متوجه شدیم. خب بریم. حالت خوبه؟ آره. از مرکز اومدن. شنیدم که زخمی شدی. حالت خوبه؟ بله قربان. صحنه آدم ربعی رو بگردین، راهنماییشون کن. اطاعت. ببخشید قربان، اون کیه؟ لزومی نداره بدونید اون کیه، فقط کارتون رو انجام بدید. فعلا خداحافظ. به نظر میشناسیش. خب اون راهنمای نمایشگاه اداره است. راهنما؟ صبر کن. سیاه درسته؟ شنیدم سازمان امنیت ملی نیروی ویژه داره. تو مامور سیاه هستی؟ متاسفم. الان نمیتونم چیزی بهت بگم. رباینده تلفن زدن، لطفاً بیاین. میتونی محلش رو ردیابی کنی؟ یه تلفن اینترنتی غیر قابل ردیابیه قربان. اون داره مدام محلش رو تغییر میده، اما روش کار میکنه. بله قربان. کارتو شروع کن. من مسئول مذاکرم، صحبت کن. تو به نظر خیلی جوونی. خب اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. میخوام خواسته همونو بگم. نه، اول شرایط منو گوش کن. تا زمانی که مطمئن نشیم گروگان سالمه به درخواستتون عمل نمی کنیم. چرا باید شرایط شما رو قبول کنم؟ چون من میدونم تو کی هستی. بنابراین اگه من تو رو ببینم مشکلی پیش نمیاد. محل و زمان ملاقاتو خودتون تعیین کنی. سویونگ حالت خوبه؟ تو کی هستی؟ لطفاً کمکم کن. ببرش. صبر کن. راضی شدی؟ بگو درخواستت چیه؟ گفتن 1 ساعت بعد از تحویل گرفتن کیم جونگ اونو برمیگردونن. تبادل گروگانو همزمان انجام نمیدن. تو این وضعیت چاره دیگه ای نداریم. بسیار خوب. ازمون خواستن تا دکتر کیمو خیلی سریع به افرادشون تحویل بدیم. این دکتر کیم کی هست؟ یک دکتر داروساز که موفق به کشف دارویی برای جلوگیری از یک بیماری ناشناخته شده که البته با یک تغییر در ترکیب تبدیل به یک مخدر خطرناک میشه. خب حالا چرا اون دکترها از ما میخوان؟ چون در حال حاضر پیش ماست. 3 سال پیش مخفیانه اومد پیش ما. سازمان امنیت ملی اونو تحت حفاظت خودش داره. اون هنوز باید آزمایشایی روی دارو انجام بده. وجود دکتر کیم برای ما خیلی با ارزشه. به اونا بگین نمیتونیم درخواستشون رو قبول کنیم. اما قربان، زندگی سیون در خطره. ما شما رو درک میکنیم. اونا میخوان از این دارو مخدر مرگاور بسازن. نمیتونیم چنین اجازه‌ای بهشون بدیم. چه تصمیم گرفتید؟ خانم معاون، وقت داره میگذره. خودتون به خوبی میدونین چه کسی میتونه این مشکل ویژه رو برطرف کنه. متوجه شدم. خب موفق باشین.
پلیس شرق آسیا رو بگیر. حواستون رو جمع کنید. چشم. وسایل رو بذاریم چون اتاق سمت چپی. چشم. شما کی هستی؟ رئیس عملیات ویژه در آسیای شرقی. از حالا به بعد ما روی این پرونده کار میکنیم و باید تمام اطلاعات پرونده رو در اختیار افراد من قرار بدیم. کسی که با گروگانگیر مذاکره کرده کی بوده؟ باید باتون صحبت کنم. چی شده؟ دولت کره از ما کمک خواسته. تحت این شرایط چاره‌ای ندارن جز اینکه اطلاعات دکتر کیمو در اختیارمون بذارن. اداره کل پیشنهادشونو قبول کرده و یک گروه تحت فرماندهی من برای نجاتش فرستاده. میخوای واقعا اونو نجات بدی؟ به هیچ وجه همچین قصدی ندارم. من فقط دکتر میون گوک کیمو میخوام. سومین هوکو دیدی؟ بله. خب هویتتو فاش کردی؟ نه، محض احتیاط این کارو نکردم. کار خوبی کردی. اونم بعد از اتمام کار باید مثل جانینی از بین بره. اصلا متوجه نمیشم قربان. هر کاری میگن بکن. خودمون میتونیم این کارو بکنیم. چرا باید دیگران تو کار ما دخالت کنن؟ همونطور که گفتم باشون همکاری کن. جنگو یادت نره هدف ما نجات دختر رئیس پلیسه. این محلیه که برای دیدن گروگان و گروگانگیر رفتم. تاریخ و زمان دقیقم ثبت شده. با استفاده از سایه و قد من میتونیم طول عرض جغرافیاییشو به دست بیاریم. سریع محل رو پیدا کنین و فوراً برای اعزام نیرو به اونجا آماده باشین. به زودی با هم ملاقات میکنیم دکتر کیم. یه دهکده دور افتاده است که اطرافش پر از کوهه. ما محل دقیقش رو نمیدونیم قربان. کل دهکده محل عملیات ما میشه. اینجا ورودش مشکله و راحت میشه ازش دفاع کرد. 87% احتمال داره قربان. چی شده؟ باید مطلبی رو بهتون بگم. دولت کره جنوبی قصد نداره دکتر کیمو تحویل بده. منظورت از این حرف چیه؟ خودم دیدم هماهنگی انجام شده و حرکت کرد. نمیدونم کجا و چجوری، اما دکتر کیم ناپدید شده. این یه حقه بود قربان. عملیات طوفان بی صدا رو انجام میدیم. عملیات طوفان بی صدا زمان کوتاه‌تری میبره و برای نابود کردن دشمن بهتره، اما جون گروگان به خطر میندازه. البته اگه بتونیم گروگانم نجات بدیم خیلی بهتره. تمام سعیمون رو میکنیم که نجاتش بدیم، اما اگه نشد ازش میگذاریم. اولویت اول ما
از بین بردن تشکیلات اون تبهکار است. حرکت میکنیم. این محله که دختر رئیس پلیس گروگان گرفته شده. سازمان اطلاعات عملیات طوفان بی صدا را انجام میده. طوفان بی صدا یک روش برای نابودی گروگانگیرا بدون در نظر گرفتن امنیت گروگانه. هر اتفاقی افتاد دختر رئیس پلیس رو نجات بدید. را بیفتیم زود. قربان منم باشون برم. اصلا کسی به حرف من گوش نمیده. بزن. حمله کردم. چقدر زمان مونده؟ 20 دقیقه قربان. بپرس دکتر تعبیر گرفتن یا نه؟ دکتر هنوز نیومده. بریم. باید از اینجا بریم. فرار کردن، نباید زیاد دور شده باشن. همه جا رو بگردیم. بریم. بگیرینش. از اینکه دوباره شما رو میبینم خوشحالم.
اسلحه‌تو بنداز. اگه جلوتر بیای مطمئن باش که میکشمش. اسلحه‌تو بنداز. اسلحه‌تو بنداز. این بمب فرار کنین. لطفاً رفتار عجولانه مأمورای ما رو درک کنید. رؤسای من خیلی نگران این مسئله هستم. پلیس کره جنوبی خیلی چیزا رو مخفی کرده. چنین اقدامی باعث بی‌اعتمادی های نامطلوبی میشه. خب تا دفعه بعد خداحافظ. میشه باهاتون صحبت کنم؟ فقط یه جور توضیح از شما میخوام. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ امیدوارم حالا دیگه درک کنید چرا نمیخواستم بیشتر با هم آشنا بشیم. ولی آخه توضیحی نمیتونم بدم. دیگه باید برم. ببخشید تو فرودگاه میبینم که آینیون اسم واقعیتونه؟ هر اسمی دوست دارین صدام کنین، جوابتون رو میدم. فقط یه چیزی بهم بگین. غذا خوردین؟ میشه بازم تو سالن نمایشگاه شما رو ببینم؟ خب راستش زیاد مطمئن نیستم. اگه قرار باشه ازدواج کنیم باز میبینیم. شهر سئول. این چیه؟ یه هدیه کوچیک، چیز قابل داری نیست. به قول تو در شغل ما شاید علاقه‌مند شدن به کسی کار احمقانه و خطرناکی باشه، اما من میخوام با تو ازدواج کنم. خواهش میکنم بهش فکر کن.
سازمان ضد خرابکاری ملی. نمیدونم چرا نمیتونم به اینترنت وصل بشم. شماره شناساییم ایراد داره؟ عجیبه که نمیتونین. کدوم دستگاه هستین؟ اخیرا سیستم امنیتی رایانه ها رو عوض کردیم. الان کار نمیکنه. بگین چی لازم دارین من براتون پیدا میکنم. منم. بسیار خوب. آفرین. بالاخره مخفیگاه دکتر کیمو پیدا کردیم. بریم. ببخشید قربان، مشکلی پیش اومده. چی شده؟ دکتر کیم دزدیده شده. چطور دکتر کیم رو دزدیدن؟ توتوری، ژاپن. را بیفت. حتی نمونه داروان دزدیده شده؟ خیلی متاسفم قربان. چطور چنین اتفاقی افتاد؟ احتمالاً در سازمان ضد خرابکاری جاسوس داریم. اگه دست رباینده ها به نمونه دارو برسه به زودی به یکی از کشنده ترین مخدرات دسترسی پیدا میکنن. برای رفع این خطر بزرگ فرصت چندانی نداریم. اگه بتونن دارو رو به دست بیارن اون وقت تمام تلاشمون به هدر میره. تا قبل از اون موقع دکتر کیم و نمونه دارو رو برمیگردونیم. بعد از اون من از مقامم استعفا میدم. خب حالا شما از من چی میخواین؟ خیلی خوب بدونین از شما چی میخواین. از امروز دیگه باید کار روی داروهاتون رو اینجا پیش ما کامل کنین. لطفاً نگین که نمیتونین این کار رو بکنین یا تمایلی ندارین. شما که نمیخواین دستای من به خونتون آلوده بشه. همونطور که همه مطلع هستین این ماده مخدر جدید بسیار مرگباره و میتونه باعث بیماری‌های خطرناکی بشه. اون نمونه یه عامل حیاتی برای انجام این کاره.
اتفاقا دکتر لی هم موقع جابجایی نمونه به قتل رسید. ما هیچ سرنخی از اینکه چه کسی دکتر لی رو به قتل رسونده و اون نمونه رو برده نداریم. کارمون رو اینجوری شروع میکنیم. تمام مأمورین سازمان امنیت باید روی پیدا کردن نمونه تمرکز کنن. یه گروه بررسی به ژاپن اعزام کنیم. پرونده ها رو پخش کنیم. اول باید مراقب امنیت دکتر کیم باشیم. تمام بندرها و فرودگاه های اطراف رو جستجو کنیم. از بازرسی پلیس هم کمک میگیریم. به ژاپن اعلام کنید که پرونده مربوط به تبهکاران صنعت داروه. از ساعت 7 دیشب حراست فرودگاه ما افزایش پیدا کرده. تا از بین رفتن این مشکل سعی خودمون رو میکنیم. ممنون. گروهتون احتمالاً خیلی درگیره. اشکالی نداره که اومدی اینجا؟ نه چیزی نیست. دکتر کیم کارش رو شروع کرده. 1-2 هفته طول میکشه تا کارش تموم بشه. بهتر نیست شما از ژاپن خارج بشین؟ اینجوری امن‌تره. نه تمام راه ها الان بسته شده. خارج شدن خیلی مشکله، حداقل برای دکتر کیم. بهترین کار اینه که همینجا کارو تموم کنیم و بعد از شر دکتر کیم خلاص بشیم. تو هم تا نمونه کامل نشده اقدامات گروه امنیتی رو به ما خبر بده. چی شد؟ چه غلطی داری میکنی؟ ببخشید. خب احتمالاً موقع آزمایش بار الکتریکی زیاد شده. از اینجور اتفاقا زیاد میفته. برق وصل شد قربان. چه علامتی؟ منظورت چیه؟ شدت جریان و ولتاژ برق خیلی از حد معمولی بیشتر شد. تقریبا به حد آزمایش نمونه رسید. باشه که سر میزنم. موقعیتشو بهم بده. چشم. کورایوشی توتوری ژاپن. چطوره؟ ما اشتباه کردیم. محله کورایوشیه. باشه من اطلاع میدم. خبر دادم باید حرکت کنیم. باید بریم قربان. موقعیتمون لو رفته. باید فوراً بریم. نمونه رو بذارین تو ماشین. دکتر کیم هم بیارین. مگه نمیدونین تو ماشین چیه؟ دکتر کیمو از اینجا ببرین.
اسلحه‌تو بنداز. بلند شو. تو اتاق کنفرانس منتظرم قربان. برای جسدهای صحنه جرم درخواست کالباشکوفی دادیم. وسایلشون هم فرستادیم که بررسی کنن. حالا پیش بینی این که اقدام بعدیشون چی خواهد بود مشکل تر شده. یعنی دکتر کین فرصت زیادی نداره. بله. رئیس کان از سازمان ضد خرابکاری چی گفته؟ اینطور که خبر دادن خوشبختانه نمونه رو پیدا کردن. اما این واقعی نشون میدن که یه نفوذی در سازمان ضد خرابکاری داریم. باید مراقب باشن. بله درسته قربان. باید حرف بزنیم. یه رستوران قایق هاین. گفتی بیام در مورد ازدواجمون حرف بزنیم؟ چی؟ تو پیامک زدی من بیام اینجا. گفتی میخوایم حرف بزنیم. شوخی میکنی. جنگ بود.
پایین چه غلطی داری میکنی؟ میرم سر اصل مطلب. نمونه رو میخوام وگرنه اون میمیره. تو کی هستی؟ چیکار میکنی؟ ورش کنی! بذارید بره! باشه آزادش کنیم ولش کنیم بره. هر کاری بگید میکنم. بگید اونه رو نمیخوایم براتون میارمش. اون نمونه رو میارم آزادش کنیم بره. خب حالا شد یه چیز. بسه. ما تو سازمان ضد خرابکاری مأمور داریم. اگه حسنی نامزدت میمیره. دقیقه دیگه میام. خیلی خوب. حتی اگه نتونستیم پایین رو نجات بدیم نباید نمونه رو از دست بدیم. صبرمون داشته باش. باشه برو هواتو دارم. باش اون آمدن درست رو بروتن تو تیر رس منم. پشت سر فرمسن صبر کن. چی فرات کن بیاد بجام. گروگان آزاد کنیم. چه؟
بسیار خوب. نمونه رو پس گرفتیم. وسایل جمع کن، باید برای رفتن آماده بشی. از اون طرف رفتن. چه بلایی سر جانگفو اومد؟ احتمالا مرده. به امید دیدار. گازه. هایی! نه الان اینجا منفجر میشه. فلم کن جنگ بود. نرو. هایی! یه بمبه، بیا بریم. باید بریم بیرون. هایی! هایی! وقت نداریم، باید بریم بیرون. هایی! هایی! خواهش میکنم حرف بزن. هایی! جنگو 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 حالت خوبه؟ مراقب هایین باش. کجا میری جنگو؟ هایی عجله کن. دکتر کیم کجاست؟ اون مرده. خیلی خواب برمیگردیم.
سئول. ازت دلیل این کارتو نمیپرسم، فقط میگم باید جانگو رو بکشی. های خواهش میکنم حرف بزن. به قول تو شغل ما شاید علاقه‌مند شدم به کسی کار احمقانه و خطرناکی باشه، اما میخوام به ازدواج با من فکر کنم. خواهش میکنم راجع بهش فکر کن. اینجا چی کار داری؟ دنبال چی میگردی؟ اومدم یه چیزی رو مطمئن بشم. چی؟ اداره کل پلیس شرق آسیا به عملکرد و رفتار شما مشکوک شده. ادامه بده. راستش رو بخواین من رفتارهای عجیب شما رو به اداره کل گزارش دادم و اونا به تو دستور دادن تا راجع به من تحقیق کنی، اونم این موقع شهر. بله متوجه شدم که آتین من چه گفتم نترسو، حرفتو بزن. از اداره کل پلیس آسیای شرقی تماس گرفتن. اونا حکم بازداشت رئیس یوک سونو صادر کردن. این از طریق مقامات ما در اداره تایید شده. اونا قول دادن همکاری لازم رو با ما در این زمینه داشته باشن. خیلی عجیبه که دستور چنین بازداشتی رو صادر کردن. بله درسته. تو الان کجایی؟ چطور مگه؟ حکم بازداشت تو صادر کردن. از مقر فرمانده سازمان مامورانی برای بازداشت فرستادن. فوراً برو.
میدونین چی شده؟ امروز بعد از ظهر رئیسان مأمورین رو که قصد بازداشتش داشتن به قتل رسوند و بعد فرار کرد. از تمام نیروهای امنیتی برای دستگیری هیوکسون استفاده کنید. مگه اون عضو اداره کل پلیس آسیای شرقی نبود؟ ما میتونیم بازداشتش کنیم؟ سان دیگه هیچ گونه مسئولیت سیاسی یا امنیتی نداره و میشه بازداشتش کرد. اون الان یه مجرمه و پلیس شرق آسیا دنبالش میگرده. چرا تعجب کردی؟ میشه چراغ رو روشن کنی؟ شر جنگ وولی رو کم کردی؟ چرا؟ تو که خیلی فرصت داشتی. فکر کردم اگه الان اونو بکشم اوضاع خیلی به هم میریزه. از کی تا حالا برخلاف دستورات من تصمیم میگیری هاین؟ به نظر میاد میخوای با جانگو ازدواج کنی. نه اینطور نیست. جدا؟ ولی امکانش هست وگرنه اون موقع نمیرفتی نجاتش بدی. درسته، باید حدس میزدم. چرا زودتر به هم نگفتی؟ اون وقت باید دستور نمیدادم اونو بکشی. های این یارم گم شده. از ساعت 6 دیشب نتونستیم باش تماس برقرار کنیم. درباره مأمورها اینم تحقیق کردیم. منم تحقیق کردم اما مورد خاصی پیدا نکردم. ماجرای ژاپن یادتونه ممکنه یه حمله مخفیانه دیگه باشه. جنگ و نظر تو چیه؟ به نظر من اگه بیشتر تحقیق کنیم حتما مدارکی گیر میاریم. میشه بیام جایی که تو کار میکنی؟ نمیشه. آخه چرا؟ تمام قوانین ما رو زیر پا گذاشتی و دستورات منو نادیده گرفتی. بارها بهت اخطار داده بودم اما حالا خطایی مرتکب شدی که دیگه نمیتونم ازش بگذرم. حالا خودت بگو من باید با تو چی کار کنم؟ یکم دیگه استراحت کن. زندگی من درست مثل یک کابوسه. چطور استراحت کنم؟ لطفاً تمامش کن. دیگه داره تموم میشه. بعدش همه چی آروم میشه. مطمئن باش این مرحله هم پشت سر میذاریم. این مطلب یه راز بین ماست. فقط من و تو ازش خبر داریم. ماموران ما مدارکی به دست آوردن که هاین هم عضو گروه آتناست. یعنی هاین الان هم دست هیوکسون شده و تمام انتقال اطلاعات از سیستم های ما توسط هاین انجام می شده. مأمور نفوذی اون بوده.
برای رفتن آماده ای؟ حالش چطوره؟ به روی خودش نمیاره، اما خیلی داغونه. یک کم دیگه صبر داشته باش، آخرین کارم تموم میشه. آخرین کار دیگه چیه؟ سیستم امنیتی و سیستم هکر آماده است. به تازگی مطلع شدیم که یک گروه نظامی بزرگ تبهکار تشکیل شده. سون تو این مدت لشکر بزرگی از سرباز دور خودش جمع کرده. اگه سون هنوز توی کشور باشه پس در حال طراحی یک توطئه است. باید فوراً بفهمیم چه نقشه‌ای داره. برین اطلاعاتشون رو کجا ذخیره کردن، شاید بتونیم سرنخی پیدا کنیم و بفهمیم نقشه‌شون چیه. فکر میکنی چرا اینقدر سعی کردیم گذشتمون رو انکار کنیم؟ چون به طور غریزی از این که برای آتنا کار میکردیم احساس گناه میکردیم. هیوک دیگه دست بردار، بیا تا وقتی میتونیم همه چی رو تموم کنیم. اگه اینجا دست بکشم مرد بیرحمی میشم که فقط زندگی تو تباه کرده. لطفاً اوضاع برام سخت‌تر نکن. اینجا رو ببین. اون چیه؟ مال هاینه؟ فکر میکنی چیه؟ شبیه مختصات مسیریابه. صبحانتون خانم. شنیدم منو میفرستن به سازمان امنیت ملی. قبل از رفتن میخواستم همدیگه رو ببینیم.
اگه الان نگم دیگه فرصتی پیدا نمی کنم. تا حرفایی که تو قلبم نگه داشتم بهت بگم. من میخواستم گذشتم و کنار بذارم و باهات ازدواج کنم. متاسفم ولی تو باید مجازات بشی. دیگه دیر شده. قربان یکسون تماس گرفته با شما کار دارم. بذار رو بلنگو. بس شد قربان. شروع کنید. جنگ وولی هستم، حرف بزن. گوش کن جنگ وولی. درست وسط سئول اتفاقی میافته که حتی تصورش هم نمیتونی بکنی. فقط صبر کن و ببین. هیوک دیگه دست بردار. بیا تو وقتی میتونیم همه چی رو تمام کنیم. هیوکسون با من تماس گرفت. اون گفت میخواد به سئول حمله کنه. ما کاملا برای ضد حمله آماده ایم، اما اصلا نمیدونیم دقیقا هدفش کجاست. سلام، منم. با مادرم نهار خوردم. امروز دیرتر میام سر کار. میشه تو امروز به جای من گزارش رو به رئیس بدی؟ خیلی ازت ممنون. مادر، شما رو دم مرکز فرهنگی پیاده میکنی؟ من با اتوبوس میرم، همینجا پیاده کن. تو خیلی کار داری، اینجوری مسیر دور میشه. تا اونجا میبرمتون. نمیخواد. چرا میبرم؟ راهی نیست. چی شده؟ یه درخواست کمک به دستمون رسیده. از کی؟ از طرف مأمور آسوکیون. با محل کارش تماس گرفتیم؟ بله، گفتن الان خودش تماس گرفته و گفته که یکم دیرتر میاد. کی به محل تماسش نزدیک‌تره؟ مأمور جان هو باید اون اطراف باشه. تماس بگیر و بگو بره دنبالش. چشم قربان. شما چی هستی؟ سون شما رو فرستاده؟ از من چی میخواد؟ تو باید وارد سیستم رایانه سازمان امنیت بشی و تمام دوربینا و حسگرای دیوارا را از کار بندازی. میتونم این کارو بکنم. بیاریمش. حالت خوبه؟ گلوله بعدی تو سرشه. باشه انجام میدم. این کارو نکنه. باشه تو در سر افتاده. منظورت چیه؟ از ظاهر اینجا پیداست که اونو دزدیدن.
اینجا رو خوب بگرد، شواهد و سرنخ پیدا کن. بله قربان. جنگو. بله. همین الان برو اونجا. چشم قربان. بمبا رو کار بذاریم. چشم. روشن کنم. دنبالم بیان. چی شده؟ تمام سیستما خاموش شدن قربان. تلفن کار نمیکنه. کار خودشه. بله قربان، اطاعت. را بیافتین. هر کار گفتین کردم. شما به من قول دادین اونا رو آزاد کنین. مادر من که گناهی نداره. گناهش اینه که دخترش تویی. نه، کمک کنین. شاکر! حالت خوبه؟ داخل اداره تیراندازی شده قربان. افراد مسلح ناشناس وارد ساختمان شدن. غیر نظامی ها رو ببر توی اتاق امن. بقیه آماده مبارزه باشن. اطاعت قربان. همشونو بکشین، کسی زنده نمونه. افراد غیر نظامی برن یه جای امن. زود باشید. خانگ تو همه رو ببر یه جای امن. اطاعت قربان. بقیه همراه من میریم مبارزه میکنیم. اطاعت! بریم تو اتاق.
توم کجاست؟ برو تو اول شما گفتم برو تو زود باش. مگه نگفتم برو تو؟ نمیتونم بابا. برو از بقیه مراقبت کن. رئیس صدا از اتاق حفاظت بکنم. جانگو و هاین رو پیدا کنیم. کار خودشه. هر کسی نزدیک شد بکشنش. اطاعت بابا. برو کنار. تو در موقعیتی نیستی که به ما دستور بدی. برو کنار. نمیخوام بکشمت. برای چی مردم بیگناه ها میکشی؟ این همه خرابکاری برای چیه؟ متاسفانه با اینکه اون همه آدم رو کشتم، اما نتونستم کسی رو که همه چیزم ازم گرفت نابود کنم. یعنی تو. حیف شد که فقط یه بار میتونم تو رو بکشم. اگه چند تا جون داشتی حسابی زشت کشت میکردم و بارها میکشتم که حالم جا بیاد.
تو شکست خوردی، اینو بفهم. هیچ جا نمیتونی فرار کنی یا مخفی بشی. دیگه وقت ساکت شدنت، چون هیچ جسدی تا حالا حرف نزده. صبر کن. نه دیگه برای صبر کردن خیلی دیر شده. نمیخواستم اینجوری تموم بشه. من باید حرفتو گوش میکردم و این بازی رو تموم میکردم. وضعیت بحرانی رو پشت سر گذاشته. تمام گلوله ها رو بیرون آوردیم، اما باید مدت زیادی استراحت کنیم. از اون گلوله جون سالم به در بردی. آخه تو دیگه کسی بابا. استراحت کن، راه درازی در پیش داری. 3 روز بعد. کیسو هستم. کجایی؟ نداریم برای رفتن آماده میشیم. اون چطوره؟ دوباره درمانش تموم شده. نگران نباش. نمیدونم الان کجا رفته، اما حالش خوب. راستی قبل از اینکه بره ازم خواست یه چیزی بهت بدم. گذاشتمش پیش نینگا تو رستوران. که با تو آشنا شدم تصمیماتی میگرفتم که از عهده انجامشون بر نمی اومدم. حالا واقعا نمیدونم کجا باید برم و نمیدونم بقیه عمرمو چطوری باید زندگی کنم.
با اینکه زندگی از مردن خیلی سخت تره، اما گناهانم و افرادی رو که آزار دادم فراموش نمی کنم. سعی دارم کارم رو جبران کنم. خیلی متاسفم و ازت ممنونم. 1 سال بعد. تنها خاطره خوبی که داشتم سفرهایی بود که به همراه پدر و مادرم به نیوزلند داشتیم. اون زمان شادترین لحظات زندگیم بود. اوکلند، نیوزلند. بهار سالی رو که 9 ساله شدم به قدری خوب به یاد دارم که انگار دیروز بود. فکر میکردم اونجا برای همیشه خوشبختم. آیین فکراتو کردی؟ بالاخره با من ازدواج میکنی؟ البته. اکثر ما و البته اکثر اطرافیانمون